در همین رابطه این اتفاق در زاهدان و اطراف زاهدان داره میفته. در چابهار هم به همین شکل است وضعیت. یعنی مردم این شهرها به این صورت دارن ویران میشن و حیران میشن. جناب شیرانی، نکته ای که خیلی حائز اهمیت هست، در کنار همه این مسائلی که وجود داره، شما شاهد هستید که یک سری بلاگرهای مختلف از جاهای مختلف ایران وارد همین مناطق زیبای سواحل مکران میشن و دائما تبلیغ این منطقه رو میکنن. حالا شما یادتون میاد دیگه، قطعا میدونید دهها صدها فیلم علیه این مردم ساخته شد. هر جا صحبت از قاچاقچی میشد، لباس بلوچی در اولویت میدرخشید. هر جا سخن از کشتار بود. چون فیلم بادیگارد رو احتمالاً دیدید، مثلا معاون رئیس جمهور اومد تو بلوچستان ترور شد. 100 بار این رو تکرار کردن که در بلوچستان، یعنی اون موقع اسم استان فقط شد بلوچستان، در جای دیگه مثلا اسم استان میشه سیستان، ولی در این جور مواقع ناامنی اسم استان میشه بلوچستان. حالا بماند، از این یعنی خیلی نمیخوام وارد این ماجرا بشیم، ولی این بلاگرها الان چگونه است این همه ظلم میشه؟ اینا با چه هدفی وارد بلوچستان میشن و میان از مناطق بکر و گردشگری بلوچستان صحبت میکنن که به هر حال زمینه رو فراهم بکنن برای اون اهداف کلان خودشون؟ نظر شما، دیدگاه شما رو در این رابطه جویا هستیم. نکته خوب اشاره کردید. ببینید، من در رابطه با پیام مخاطبانی که گذاشته بودم خیلی مختصر بگم که فرشته نجاتی از آسمان فرود نمیاد. خود مردم برای اینکه موجودیتشون، حق حیاتشون رو به دست بیارن، حفظ بکنن، بایستی تلاش بکنن، مطالبه گر باشن، قربانی بدن و هزینه‌اش رو حاضر بشن بدن که بالاخره به حقوقشون برسن. بدون هزینه واقعیت داره، امکان نداره که خواسته هاشون محقق بشه. چطور وقتی یک مسئله طایفه‌ای پیش میاد 100 برابرش رو تلافی میکنن، جبران میکنن، میگیرن، کم نمیارن. اینجا جلو چشمشون اون همه انسان ایستادن نگاه میکنن، طرف میاد خونهشون رو خراب میکنه. ولی اگر اینجور جاها سکوت بکنن، این تجاوزها، این جنایتها، این ظلمها رواج پیدا کرده و بیشتر هم میشه، تا جای میرسه که بالاخره اینها جنایتشون خیلی خیلی بیشتر میشه. ما تو همین 2-3 سال اخیر دیدیم چه جنایت‌های رخ داد، چقدر انسان کشته شدن بیگناه، چه انسان‌های الان در بند هستن. به خاطر چی است؟ به خاطر این بی‌تفاوتی هست. یعنی اونطور که بالاخره بایستی مردم در مقابل این جنایت‌ها متحد میشدن، بسیج میشدن، واکنش نشون میدادن، اون کار رو نکردن. و اگر به این صورت، به این شکل پیش بره، قطعا اینها پیامدها و تبعاتش برای مردم در آینده بیشتر خواهد شد. این از این. در مورد سوال شما، دقیقاً همونطور که شما فرمودید همینطور بوده. در گذشته حدود قبل از حکومت دوره روحانی، بلوچستان به عنوان استان قرمز در واقع تعریف شده بود برای همه جهانگردان و توریستای خارجی که وارد کشور میشدن. میگفتن در از کرمان به سمت بلوچستان اجازه ندارید برید. چرا؟ چون منطقه قرمز، اونجا امنیت شما به خطر میفته و تبعاتی هر مسئله پیش اومد در عهده خودتون هست. این اجازه نمیدادن، هشدار داده بودن. تا جایی که تونسته بودن با داستان سرایی های ترسناک و فیلم های جعلی و بالاخره و انواع و اقسام برچسبایی که به مردم مظلوم بلوچ میدادن، این مردم رو در واقع یک جوری مردم وحشی و از این در واقع چیزها معرفی میکردن. بالاخره شد جامعه خونین زاهدان. خیلی از اون سیانمایی ها، خیلی از اون پروپاگانداهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی که فیلم هایی که بالاخره در کشورها دیگه میبرد اکرانش میکرد و جایزه میگرفت بر علیه مردم بلوچ، بر علیه فرهنگ مردم بلوچ، عرف مردم بلوچ، اعتقادات مردم بلوچ، در واقع این تابو شکسته شد. مردم دنیا فهمیده که بله، مردم بلوچستان اونطور که جمهوری اسلامی تبلیغات میکرد نیست. جمهوری اسلامی یک سری منافعی رو برای خودش تعریف کرده در حال حاضر از بلوچستان. یعنی ما اینجا با 2 دوره در واقع روبرو هستیم. دوره‌ای که گفتم منطقه قرمز و ناامن و بالاخره فیلم‌های آنچنانی ساخته میشد و بعد از این 2-3 سال خب یک تعریف جدیدی شروع کردن، همین طرح توسعه سواحل مکران که در واقع اینو دارن پیش میبرن. مسائل دیگه‌ای که در سطح استان، معادن طلایی که هست، تغییر بافت جمعیتی که اولویت در واقع علی خامنه‌ای هست که اینجا یک تمدن علوی برپا بکنه.
خب به خاطر جغرافیا این استان، منطقه ژئوپلیتیکیش، بالاخره نقطه‌ای که هست با کشورهای عربی، با کشورهای اهل سنت شرقی، خب این منطقه اگر بخواد کلش بیاره بافت جمعیت و مذهب و اینها رو اعتقادات رو تغییر بده، خب براش مهم است. الان این موضوع شو گفته خیلی از بلاگرها میان اینجا، خب یک سری شهروندان عادی هستن مسافرن میان اون بکنن، ولی بیشترشون هدفمند هست به خاطری که این تصویر رو منعکس بکنن به شهرهای دیگه که بله بلوچستان گل و بلبل بیایید شما، و برای اون افراد بهترین تسهیلات رو اینجا در اختیارشون قرار میده. الان شما در همین شبکه‌های اجتماعی میبینید کنسرت برگزار میشه، خیلی از تصاویری که مثلا در تهران به عنوان تصاویر هنجرشکن اونجا ممکنه برای افراد پرونده سازی بشه، در اینجا خیلی آزادانه این اتفاقات رخ میده و میبینن و ترویج داده میشه. ببینید این رویکرد دوگانه حاکمیت هست، اون چیزی که در بلوچستان داره انجام میده و اون چیزی که در نقاط دیگه. این به خاطر این که بالاخره اون تسهیلاتی رو که در واقع به نوعی برای خودش تعریف کرده که به افراد بده، افرادی که از اونجا میان اینجا کوچ میکنن، مهاجرت میکنن، مخصوصا افراد منتسب به حکومت. یک سری افراد عادی هست اونها حسابشون جدا، یک سری افرادی هستن که منتسب به حکومت هستن، کارمندانش هستن، نظامی هستن، اداری هستن که اینها بالاخره انتقالی میگیرن میان اینجا به خاطر اون تسهیلات اینها بیان اینجا و خب اون خواستهای جمهوری اسلامی محقق میشه. شهرکایی که دارن در از منطقه جاز شروع شده که دارن شهرک سازی میکنن میاد تا منطقه زراباد و چابهار در امتداد دریای بلوچستان، خب اینها همه نیاز هست که بالاخره این منطقه رو یک جوری گل و بلبل نشون بده که اونها راغب بشن، تشویق بشن و بیا اینجا ساکن بشن. و این زمین ها مال همین مردمان بلوچ هست که بالاخره دارن عناوین مختلف اینا رو دارن، آلونکایی رو که حاشیه نشین شدن در سطح اطراف شهر چابهار، در مناطق دیگه اینها رو دارن شبانه خراب میکنن، آتش میزنن و جایگزینش افراد منتسب به حکومت خودشون رو اونجا میارن ساکن میکنن، در صورتی که هیچ امنیتی وجود نداره. واقعیت امر اگر ما نگاه بکنید، چون همه این کارها، این سیاستایی که حکومت در بلوچستان پیش گرفته، قطعا امروز فردا یک ماه دیگه، یک سال دیگه، 10 سال دیگه تبعات امنیتیش خود به خود ظاهر میشه، خودش نشون میده. بالاخره یک نقطه‌ای داره. شاید الان حاکمیت به زعم خودش داره این مسائل رو به حالت همون طوری که در واقع دلخواهش هست داره پیش میبره، ولی قطعا این اقدامی رو که انجام داده این به یک بحران امنیتی تبدیل خواهد شد که اون موقع دودش تو چشم همون خواص و عوامشون خواهد رفت. یعنی همون شهروندان عادی بنده خداهایی که اونجا اومدن برای مسائل زندگی خودشون که حتی یک نسبتی هم با حاکمیت ندارن، اونها هم ممکنه اینجا متضرر بشن و نبایستی روی این پروپاگاندای جمهوری اسلامی و این تصویرهای جعلی که در رابطه با مسائل بلوچستان دارن پخش میکنن، نبایستی اونجا در واقع هزینه بکنن یا بخوان اونجا سرمایه گذاری به اون شکل بکنن که فردا خدا نکرده براشون مشکلی پیش بیاد یا سرمایهشون اونجا از بین بره یا خودشون بالاخره با مشکلاتی روبرو بشن. بالاخره همین مردمی که اونجا آوارشتن اینا چیکار میکنن؟ اگر جمهوری اسلامی خیلی هنر داشت، کمال داشت، همین مردمی بوبی اونجا رو سر و سامان میداد، منازلشون رو، حالا منازلی که برای اینا نمیساخت، منازل اینا رو تخریب نمیکرد. این یک واقعیتی است. حالا خیلی ممکنه این رو برداشت دیگه بکنن، ولی واقعیت امر همینه. چیزی که ما در روی زمین میبینیم و شرایطی که داره به اون سمت پیش میره همین رو نشون میده که در آینده نه چندان دور اگر این تخریب منازل شهروندان ادامه پیدا بکنه، قطعا یک بحران و یک چالش بزرگ امنیتی در بلوچستان مشاهده خواهیم.